احترام به اسعار ملی چون دیگر مقدسات و ارزش‌های ملی حتمی میباشد. طبق طلبات قانونگذاری از جمله موافق طلبات ماده 18 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم ضمن تجلیل جشن و معرکه‌های گوناگون پوشیدن و چسباندن پول قطعاً منع کرده شده است. متاسفانه از جانب بعضی از شهروندان دیده و دانسته ویران نمودن طلبات مذکور به چشم میرسند. از جمله چند است در شبکه‌های اجتماعی نوار چرخ میزند که در آن لحظه پوشیدن اسعار ملی به زیر پای سراینده فیروزه حفیظова انعکاس یافته است. حالت مذکور از جانب کارمندان شعبه کافتوکاوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه مورد سنجش قرار داده شد. در نتیجه معین گردید که مکان این قانونشکنی طربخانه میلینیوم به شمار می رود. شام 20 دکبر سال جاری نبیف صدرالدین که مأمور طربخانه است سراینده فیروزه حفیظova را برای هنرنمایی دعوت کرده است. ضمن فراغت شهروندان سیفالدین سینوردین و اسلامova صباحت دیده و دانسته طلبات قانونگذاری را پایمال نموده نسبت اسعار ملی به احترامی ظاهر نموده کپیوره های گوناگون اسعار ملی را پاشیدند. سراینده مذکور نیز نسبت اسعار ملی به احترامی ظاهر نموده پول ملی را پایمال کرده است. روز 20 دکبر سال 2025 رفتم با دوستان خودم. اونجا کمترک پول سمونی را مقصد به حرمتی شد. بالای فیروزه حفیظova پاش کردم. من روز 20 دکبر سال 2025 با طربخانه میلانو با کنسرت فیروزه حفیظova رفتیم و اونجا در سر فیروزه حفیظova سوم چشیدیم. از کرده خود پشیمانیم. از مردم احتراماً خواهش میکنیم که این کارو دیگر نکنند. من در طربخانه میلینیوم برآمد داشتم. در آنجا به طور سر من پول کشی کردن، در حق پول به احترامی کردن. به حد از کرده های خود پشیمان هستیم. کوشش میکنیم که در آینده دیگر همین کارها تکرار نشود. وابسته به حالت مذکور موادهای ضروری ترتیب داده شده برای چاراندیشی به مقامات وکالتدار در ساحه تنظیم ارسال کرده شدند. با نظرداشت این از شهروندان طلب کرده می شود که نسبت اسعار ملی احترام گذارند و با رفتار و مناسبت خود طلبات قانونگذاری را ویران نکنند. در عکس حال نسبت آنها نیز طبق طلبات قانون چاره‌های قطعی اندیشیده خواهد شد.